از کدوم استفاده کنیم؟ A or an؟ اول شما جواب بدیم، بعد من میگم. University. A. University. Unicorn. A. Unicorn. Apple. An apple. SUV. An SUV. Hour. An hour. چند تاشو درست جواب دادین؟ احتمالاً تا الان شنیدین که کلماتی که با حروف صدادار مثل A, I, O, U, E شروع میشن قبلش از آرتیکل an استفاده میکنیم. اما همیشه اینطور نیست. این کلمات سه دستن. دسته اول کلماتی هستن که با حروف صدادار شروع میشن و همون ابتدا صدای ا رو میتونیم بشنویم. مثل an apple که با A شروع شده و صدای ا اون ابتدا شنیده میشه. دسته دوم کلماتی هستن که با حروف صدادار شروع شدن ولی صدای حرف اولشون صدادار نیست. مثل university یا unicorn. و دسته آخر کلماتی هستن که حروف اولشون بی صداه ولی صدای حرف اولشون صدا داره. مثل hour که با H شروع میشه ولی اون ابتدا صدای ا رو میتونیم بشنویم و مثل SUV که با S شروع شده ولی اون اول صدای ا رو میشنویم. اگر فکر میکنید دوستاتون به دونستن این نکات این پست رو براشون بفرستین. Love you all!